اگر داخل ایران انقلاب شکل بگیره چه اتفاقی میفته؟ به خاطر وسعت جذب گردشگری و آب و هوایی ایران، ترکیه از رنکینگ یکی گردشگری جاشو به ایران میده. هر گردشگری با سفر به ایران میتونه توی یک هفته هم آفتاب بگیره، هم اسکی کنه، هم دریا بره، هم آثار باستانی ببینه که برای هر کدوم از اینا باید یک قاره جابجا شد. افرادی مثل فیروز نادری، پریسا تبریز، مونا جراحی و هزاران نخبه دیگه که اساتید دانشگاه‌ها و رأس کمپانی‌های بزرگ دنیا هستن به کشورشون برمیگردن و ایران تبدیل به یکی از قطب‌های فناوری و تکنولوژی دنیا میشه. کشورهای عربی که به خاطر تحریم‌های ایران بازار نفتی رو توی دستشون دارن، مجبورن بازی رو به ایران واگذار کنن. دقیقاً مثل زمانی که شاه ایران قیمت نفت جهانی رو مشخص می‌کرد و هزاران اتفاق دیگه که اینا فقط چند نمونه کوچیکش بود. به قول یاسر بختیاری، دریغا که گرسنه‌ترینیم توی غنی‌ترین خاک.